با سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. شکر و سپاس میگم خدا رو که تونستیم یه بار دیگه با هم کلام خدا رو بخونیم و از اون برکت بگیریم. در ابتدای دعا بکنیم. خداوندا، اعتراف میکنم که شخصی گناهکارم. اعتراف میکنم که با قدرت خود و یا کارهای نیکم نمیتوانم نجات بیابم و رستگار شوم. ایمان دارم به تو، به خاطر گناهان من روی صلیب کشته شدی و در قبر نهاده شدی و پس از 3 روز از مردگان برخاستی. از ایمان دارم که تو زنده هستی و اقتدار داری گناهان مرا ببخشی و مرا در پیشگاه خدا پارسا بشماری. من از همه گناهان خود توبه و بازگشت می کنم و تمام قلب و زندگی خود را تسلیم تو می نمایم. قول می دهم تا آخر عمر تو را پیروی کرده مطابق اراده تو زندگی کنم. تقاضا دارم مرا بپذیری و طبق وعدت زندگی نوینی به من ببخشی. از اینکه دعای مرا شنیدی متشکرم. آمین. دعوت به توبه. در همان زمان شماری از حاضران از جلیلیانی با عیسی سخن گفتند که پیلاطس خونشان را با خون قربانی‌هایشان در هم آمیخته بود. عیسی در پاسخ گفت: آیا چون آن جلیلیان به چنین روز دچار شدند گمان می‌کنید از بقیه اهالی جلیل گناهکارتر بودند؟ به شما میگویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. و آیا گمان می‌کنید آن 18 تن که بر برج سیلوان بر آنها افتاد و مردند از دیگر ساکنان اورشلیم خطاکارتر بودند؟ به شما میگویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. سپس این مثل را آورد: مردی درخت انجیری در تاکستان خود کاشت. چون خواست میوه آن را بچیند چیزی بر آن نیافت. پس به باغبان خود گفت: 3 سال است برای چیدن میوه این درخت میآیم اما چیزی نمییابم. آن را ببر تا خاک را هدر ندهد. اما او پاسخ داد: سرورم، بگذار 1 سال دیگر هم بماند، گردش را خواهم کند و کودش خواهم داد. اگر سال بعد میوه آورد که هیچ، اگر نیاورد آن را ببر.